بعضی نفرهای هستن که در نسبت همین اهل علم نوابسته یا از قرآنشون که هستن که نیستن همین اهل علمی که مقصد برای مردم پند و نصیحت میکنن باید میگن حدیث میگن برای اون میفهمن حقارت چون میکنن حقارت میکنن که این مقصد حلال یا مقصد همیه بودن که دست همیه همه بایران شیده است او هم خیلی گفت میزنن لیکن برادران گفت اساس نداره اساس که نداشته باشد این میشود تهمت این میشود تهمت از 7 گناهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم است موبقات است هلاک میکنن شرمنده میکنن یکش همینه که بر یک برادر مسلمان بهتان زدن یعنی تهمت زدن که ایدست قبیل ها مقصد ایدست ایمان شید اولا تو اگر ایمان کامل باشد هر چیزی که به سر فرزند آدم میآید همه این به اراده الله مهربان میست ولی عینا همین سخن که ایدست همین ها شده است یکم مقصد یکم پهلوش قدر موافقت نمیکنه اگر من شرط نیست که ای همون داره یا ورق بزنم برای شما با بیشتر اثبات کنم لیکن شما این حق نداریم برادر عزیز حقارت نکنید کسی یک عالم در فتوا در کل فتوا کسی یک عالم اگر حقارت کنه که زن شب حلاک کنه دیگه زنش حلاک میشه اگر همه حقارت یا خود شب حقارت کنه به خاطر که برادر عزیز به خاطر که این آدم صاحب علم داره این آدم علم داره خداوند الذین اوتوا العلم درجات میده کسانی که صاحب علم اینها یک درجه و یک مقام دارد اگر چند ممکن همه آدمی که حقارت میکنه برادر عزیز دل من یا گمان من میگه که این آدم دشمن دینه این پشتیبانی مقصد که مسلمان نیست این شاید هم یک نفری هست که همین دین در که نفرت دارد نمایندوی دین حقارت میشه برای این حقارتاتون احتیاط کنید فتوا میگن که اگر با همین شکل شما حقارت کنید زنهاتون طلاق میشه زیرا این سخن کفر بسیار اگر دل تمام بسیار اگر برشیدی برادر عزیز کوشش نکن مقصد بگذار دیگر رو ولی هیچ وقت داری حقارت را بازار نکنید این خیر نداره این تهمت نداره هیچ وقت باید است که ملای آنجا کلیت و ایروش نگی نیست شکر کردن در کار که با منم طرفدار نیستم همون مولایی که اگر برادر عزیز با علمش بر علیه دین اگر مبارزه برد منم طرفدار نیست یکی وقتی میبینی یک اهل علمی که حقیقتا کوشش میکنه برای بهبودی دینش برای هدایت مردم بسیار دوا میکنه و خستگی میکنه و محنت میکنه این از روی انصاف نیست برادرها که ما در نسبت او یکان گمانهای بد کنیم برعکس همیشه مقصد او یک سخن میگه حضرت امام ابو حنیفه را همطری رنگ همین ولی یک آدم ابلهی بوده در آن زمان بوده بعد ابو حنیفه را پرسیده است که ابو حنیفه همین آوی حاجتخانه شوره یا تب بعد ابو حنیفه گفته است که شور است بعد خندیده گفته است که حضرت چشیدگیشی میگه ابو حنیفه میگه اون گپ نزدو یاراشم اطرافشم هیچی نگفت میگه فردا میگه خبر مرگش آمدی کشتون گزیدش یعنی برادرای عزیز یک کار است که این سخنها با پسویه هم دارد و این گپها بسیار ممکن است که با غضب خدا هم شود وقتی یک عالمی که میبینی حرکت داره محنت داره اینها را پیامبر وارثای خودش خوانده است دست یا وارثای من یعنی اینها کاری من را پیش بردند
اینترنت ببینیم اینترنت ببینیم دولت اینترنت ببینیم که مثال حاضر ساعت 6:12 صبح میدم مقصد مثال 6:12 صبح میدم خب انا تو باید که مقصد در ساعت 6 باید از خونه بیرون شد لیکن نماز مثال مردم ممکن در ساعت 7 بخورن تا 6:12 که اولی وقت کم وقت بخورش همون وقتی نمازه یعنی وقتی نماز درو اگر آنها را ببینید شما ببینید اگر ببینید که مثال مکتب شما در ساعت 1 اگر درس شود اگر اولی وقت پیشینا ساعت 12:40 اگر بگرد و همین وقت اینجا نگاه کنید همین چیزا هم آسان شده همین چیزا را برای ما و شما سوی یک بار زیاد چیز خوب کرده گیرن در همین هم مهنت و خراجات بسیار سخت می شود اگر ببینید که همون باشد اجازت در اون اولی وقت خاموش درست همین هستم برادرایی که زن در کردستان جدا میکنید لازمه زن برای گردن سابقیدن همین خلاق باید نازی میشه مسئله زکس جدا کردن نه اگر مثلا که زکس شما جدا کنید در زکس همین که کلمه باشد که مثلا جمله باشد که انا می‌نویسن که در اون خطی یعنی شما با همین آدم دیگر یعنی خواهش زندگی ندارید ولی می‌بینید ندارید همین امضایی که در همون می‌کنید در همین جمله همین خودش یک طلاق بویی یعنی یک طلاق بویی میشه طلاق بویی ای طلاقی مقصد صریحی طلاق داریم اما او طلاق بویی داریم صریحیش اگر کلمه طلاق بگوییم سازنه که طلاق کردن اینجا یک طلاق می شود اینجا نکاح ضرورت ندارد و همه یک آغوش گرفتن یا سلام کردن با نکاح برقرار می شود فقط 3 طلاقی که دست مردک بود یک شانسش رفت خدای نکرده اگر یک بار دیگر 2 طلاق کنی با یک تا پیروز می شود برای